шуморо хушомадед мегӯем ба синамо. خیر بچه‌ها همون مشق کردگی همون باشه. یک دو سه. خیر. خب ما оғоз кардем, вале гурӯҳи хандикамон барои чӣ хайр гуфтанд? خیر سر کردیم گفتنیم. خیر سر کردیم. бо хайр оғоз шавад барнома. албатта. خب السلام علیکم تماشاچیان عزیز و ارجمند. من باوری کامل دارم که این ساعت نزدیک تلویزیون های خود تمام اهل اویلوی نشستند چون که همین شبکه سینما رو اهل اویلوی تماشا میکنن. بنابراین از خردسال سرکرده تا کلانسال ما سلام گرم و جوشان رو میرسونیم از نام اهل هنر تئاتر استودیو خندین کمان، همزمان از نام ولایت سوخت از شهر زیبای خوجند. خب شما ما رو دعوت کردید، بسیار خرسند شدیم. من راه 5 ساعت راه هست البته. قصه‌های راه البته دور و درازن. بله نگید. ما راستی گپ اومده استادیم. ما همین کارمندای بیدیا یک جواب من کردن. کجا رفت تو؟ من گفتم ما همین شبکه سینما برفته استادیم. بعد گفتن این خیلی کی باشد راه سفید شما با. بعد از همونجا با 10 تومان هم دادم. با فکرم تصمیم رو سخت‌تر باشه. البته ما باور کنید اگر من همین قهرمان سری روز بود چنبری که ماشین قهرمان ماشین میاد خودی بی شفیار بود. خیلی من عجایب شفیار ندارد گفته ساعت داده. من علی همین برنامه شما رو بسیار تماشا میکنم. راستی بسیار خوشنودم که امروز ما اهل هنر در اینجا حضور داریم. راستی باور کنید از همون تلویزیون تماشا میکردم. باز من میگفتم که خدا ما هم همینجا به نصیب گردون است. من امروز نصیب گردون. خوب عادتاً مهمانان به جای میروند با دستاویز میروند. شما ما میبینیم که در دستتون لالی و لگن هم ندارید. ما دستاویز ما حاضر داریم دستاویز اینجا. یکی دستاویز بهترین ما این یک سخنهای لطیف مثلا خنده چطور میگن این دورو است زنگ دل انسان میشوید. من باوری کامل دارم که امروز کمتر از سخنهای بامزه بی‌مزه ما گوشی شما گوشی همین تماشاگران درد نکند میگیم. و گفتنی هستم که یک سیمپوزیومی تکنولوژی های یخدانی در ژاپن رفته است. من اینا چی میگم من توجیه بودگی ما فخر میکنم ده. خلاصی گپ از تمام دنیا همین مهندسانی تکنولوژی یخدان آمدگی همونجا. بعد یک تا همون از ژاپن یک مهندس برام گفت است ما یک یخدان ساختگی اگر کسی که 15 دقیقه داخل همون یخدان بایستد ما همین لایحه زواد برده دولتش به ساخته میتیم. بعد از روسیه یک مهندس پس گفت است یا زایدون گفت در آمده است که بعد از 2 دقیقه اتکری درکشو برآمده است علاج نیست نشستن. خلاص دیگه بعد از وای برادران قرقیزا اومدن. قرقیزا هم مرغی تاودن بیرودی تا در آمده رفتن. بعد از 4 دقیقه آچنار درکشو تا براندن. بعد تاجیک اومدگی تاجیک یک مهندسی ببینید نظم است. میدونید میفهمونید مالش ما میدونم لیکن باجام قطعی میدونم باجای میدونید انا باجا قطعی میدونم میروان که از بین 15 دقیقه میگذرد 1 ساعت میگذرد 1 روز میگذرد بعد میگم که واها یخ کردم مردگی یا درک شویم همین درک شدنی میشن که باجاش قطعی نرد بازی کرد در پوش اینجا خنوق میشه بعضن وقتی تولور با اگه لطیفه میگید بعضن هستن همین خیلی آدمو که انامت میستن چهره دیگر نیست انامت میستن تو لطیفه تمام کردی لیکن چهره و انامت میستن من نمیدونم واقعا چی بگم خیلی یا بدتر رفته خونش به میخنده فکر میکنم که لطیفه ادامه دارد شاید. خوب میشود انسان ها رو مجبور خندونید؟ مجبور؟ بله. نه من طرفداری مجبور خندانیدن نیستم. من گفتنی که انسان اگر خودش در لبانش یک خنده وایده شود این بهترین است. بعضا هست اودیتوری که یک قسمش میخندد یک قسمش آنالیز میکند این چی گفته است است. باز یک قسم دیگر که کمتر خواب میکنن. ما اونجا شدم دیگه برنامه کنسرتی با حضور خواب میکنم. یک قسم دیگر هست که مثلا میگیم همین از همین صحنه با پیدا شد ولی یکم چی گپ نزدی وای همین خیلی وای میخواد که پولش همشه مثلا پولی داره. با اندیشه شما همه چیز حکمت خود رو دارد یا اینکه حکمت اصلی حج در چی است؟ حالا راستی من خوشبختم. بعضیا میگن که از این انتخابی کسبتان شما خوشبختید خرسندید. من میگم بله برای اون که وقتی که مردم ما همین من همین قطعه راه حاضر
اومده مردم هم تو میبینن در چهرهش یک تبسم پیدا میشه. بعضیا هستن مثلا اگریم با یگان خیلی چی میخندن، لیکن بسیاری مردم یک تبش گشوده میشه، یک میخندن. من اگر مردم خندن مسرور جان آدم خوشرو میشه، زیبا میشه. بله. بسیارتر خنده کردی صدا نکن. من میرزا عمرکو پیری تئاتریمو اینجا شریف جان، من این کس انیس جان وای بود، این کس قهرمان جان، این کس سلیمان جان، یا همه سرسپرده های همین کسب خودشون. شما با فعالیتتون چند سال شده است؟ 34 سال. 34 سال. یک کودک 34 ساله شده است. ببینید. بله. بعد باز یک چیز دیگر میگم که من قهرمان جان سال گذشته یک سیرکی روسیه برفته کمتر فعالیت کار کرده اومد. من گمان میکنم که این سیرک هم برای یک تابع مردم ذوقش کمتر البته رفته کار کرد. من باز یک چیز دیگر رو میگم که من انیس جان بسیارتر سرود میخونه، سرودهای حجوی میخونه از اون بابا. همه کاری خودش که این کس میرقصن، نقشای زنانه بازی میکنن، از زنهای بهتر بازی میکنن. انا این کس دوستی عزیز ما مینشنن بسیارتر مینویسن. دو همسایه زن با خوردیان سالیه خان گاوتان بناگاه شوهرتان بر این سیگار کشمی گونگر نیه خدا نگه داره چی شد که گونگر این تر باشد نالی یک به زنگ زنید عاقلتان درگیری افتاده. یک واقعه دیگر یادم برسید. مرد رخصتی مهنتی میگیرد و میبیاد میگه زنک من حاضر رخصتی مهنتی رو برآمدم، خواهی قریم ببرم، نخواهی سوچه ببرم، نخواهی بهارستان ببرم، نخواهی خواجابیگر برم، کجا برم؟ گفته ماند زنش هم چی گفته است؟ انا این آفچی قلچه ببرید. بس همین جایهای گفتم آفچی قلچه چی بر؟ همونجا یک چشمه هست. هوای چشمه به یک تنگه به اگر آرزوتون گفته داخل چشمه بپرتید در حال همون جامعه عمل میپوشد گفته است. مردک مسرور جان باید مکو خانگی گفش گفت ده گرفته و یا همون چشمه گفتگیش به میبرد آدم پور یک چشمه باید با آدم همین مردک یک حالا که از گذشتم اونجا یک چی پچو پرتفته زنک بیاو زنک همی خیلی باید آدم که میپرتفته خودش رفته از زنک. بعد مردک توبه کردم خدا راست بود است این آرزو درم عملی میگشته. هستن آیلایی که مردک اونجا به راه بر دستش خطی همیخواه میزبون همیخواه میزند. و این در اویلایش طرف وای ندارد. رحمان نصیبه. مردک را برو زنک میپوشد. یا مردک وکر است. آمده است همین میزی خانهش با همیخواه دیزد است. این خانه به کی خواهی جایین؟ گفته ماند زنش هم میتکنم. تو با من دی؟ گفته ماند ما هم تو فهمم گفتم. میخواهم دونم. بله اکنون حیاتی آیلری با بسیار میپرسن که شما چه جدی میگی هست وقتی که آدم جدی میشن هست وقتی که آدم کمتر میخندن همین باور کنید اگر حیات خودش همین همشه چکره موندگی جو به جو کرده موندگی همین خودتون از روی حیات رفتن میگیره. و عروس و داماد از خانه اختی نکاح بر اومده استادینا دو تا بچه چه همون نزدی و به خانه اختی نکاح بازی کردی راسته من چه میخوای من حاضر همین های حاضر جنجال بپر اندازم گفتم نمیتونی گفتم راست رفته نزدیک داماد با دادا اینا کیفت است. این یک گپ دمم نه آینه تشکیل شده تا نیمان می‌فهمم شما برای چی با همکسبان خود با رفیقان خود سخن نمی‌تید. وزیست. خیلی در گروه خانکمون تو قشما. مشکل وزی اتاق. نه شما گفتید که عاقبانگی و بلندگویی نیست گفتید برای همین من گفتم. لیکن من طرفدار این آنم که بیاید این خیلی کنیم نمیشن. هر یک سکسواتی گفتید که. خب انیس جان برای این حاضر شوخی است بخاطر بله بار دیگر سلام از نام هنرمندان ولایت سوخت. تشکر انیس جان. سلام گفته شد دیگه دوام میشه. گفتن هم که سایه حج سایه دشوار است. گریانیدن آسان است. بازی میگیم شما مثال یک گپی قبیح میزنم یا غربت میکنم یا یک میزنم گریه میکنید. لیکن خندانیدن دشوارتر. بینندگان عزیز و ارجمند برنامه نورافکن ادامه دارد. و میمانان برنامه نورافکن یعنی گروه خندین کمان با حزل و شوخی هایشان به خاندان شما نورپوشی می نمایند. بله و اینک خیلی هم یک بخشی عجایب است بخشی سوال ریزه ها. البته ما در این بخش سوال ها رو خیلی مختصر و کوتاه پیشنهاد مهمانان میکنیم و آنها نیز با استفاده از این خیلی هم جواب های کوتاه و خندآور رو البته پیشنهاد میکنن و من فکر میکنم که این سوال ها یعنی با مهمانان البته
мушкилӣ надорад. хуб меҳмонони барномаи мо худ ҳаҷмнигор ҳастанд. боварӣ дорем ки аз ин саволҳои мо ки каме ҳазломез аст намеранҷед. не хуб марамад сар мекунем. суоли нахуст ба муқимҷон дахл дорад. фарбеҳӣ дар гурӯҳи хандинкамон кай муд шуд? баъди оне ки ғафор ва гулбаҳор рафт. баъд як одами дигар пайдо мешуд. тамом кӯта хуб این سوال نیست بر شما. لطیفه‌گویی رو بغیر از آینه نزد ینگر باز در کجا مشق میکنید؟ назди хушноман. барномае доред бо номи гап ки дар он одамони сергап даъват мешаванд ё пурхӯр? асосан одамоне ки ҳисси ҳаҷвишон баланд асту лекин ошпа шуда меоянд. барои ош меоянд. سلیمان چرا گروه خندین کمان رو با یک آشخانه دو بار در اومدن نمیمونند؟ برای آن که در بگن خطاگیشان میوه мегӯянд миёни гурӯҳҳои ҳаҷмнигорон бозии футбол доир гардиду шуморо дарвозабон монданд. ман ба ҳайси тӯп фикратон будам. чаро? ман ба ҳайси тӯп будам бародар шумо. و چه خیلی بود؟ наз буд. شطرنج ناز بود نه؟ албатта хуб фикр медонам ки ҳаҷмнигорон ин қадар футболисти ҳам нестанд. чаро шуморо дар дарвоза монданд ба фикратон? барои он ки бовар кунед дарвозаам на ҳамаи мемонанд. хоб нест. посбонӣ карда месидам уҷа. دروازه‌بانی هوشیار در کار. سلیمان در برابر هنرهایی که دارید یعنی حجمی‌کاری، رقاصی، سرایندگی، باز کدام هنرها رو از خود نمودن می‌خواهید؟ زیرا میگویند به یک مرد 40 هنر کم است. هنرهای من زیاد هستند، همشه گفتم بعد روز بیگاه میشه. بله خوب پول بغیر از اون که انسان رو زیبا بکند باز چیکار کرده میتواند؟ тарсончак мекунад. доим дар ҳарос мешавад. ҳамбаре ки як одами дига хонаш ба дуз медорад, кор дар мехел модаст нисфи шаб. ман шунидае ки хонаи ту ба 100 кило тилло ҳай. бурор инҷа ба футмонад ва одамам алем ҷаш ба кор 112 кило. футмонад. бурор ма фарқаш нигот тилло, занак, тилло, бурой, ҳат ва омади. қатило барои дар бораи фарбеҳӣ рафт, фарбеҳӣ хуб аст ё харобӣ ба андешаи шумо? ба андешаи ман хароб шудану масалан гирем барандаи синемо шуда кор кардану дар як тарафи духтар нишастану камтар ҷоя гирифтан ин хуб аст. лекин боз медонед назди мо ба баҳор ба соя, зимистон ба гарм. баъзеҳо ҳастанд ки хӯрдан ки дигар намешавад. мисли мо. хуб барои акнун мо бар ин одамое мегӯям ки паму пурри хушрӯд. پس باید همکسبان شما رو میگویم که از روبر خود نترسند و در برای فربگی یگان لطیفه بگویند. کاشکی اگر شود. بگویم. البته مرامد. латифае ҳаст ки ҷуръат мекунад? من یک روز حاضر علیشون بخشش یک روز زمین فرودگاهی دوشنبه با آمدم و پریدنم در کار کجام بود نگاه میکنم یک تجهیزات یک طرف ماندگی من گفتم این چی؟ گفتم که یک از گفت که این برادر گفت شما نمیدونم دیهاتی می نفهمید گفتین ترازو از خطای آمدگی یعنی با بلایی میبره ها گپ نیست نه بالاش به بروی نگاه میکنم یک زنک برآمد سونخاش خطی شما 60 کیلوگرم گفت فرومده رفت من گفتم خواهی منم یک برام منم چی گفته همین خیلی برامدم که ترازو از کار موند یک کس می برویم آقای حساب غریب آمد عجیبی که از کار یک روز من مقیمجا از کار برآمدیم همین زینپای کارخانه بودیم که یک شناسکه واخوردیم بعد اون کس گفتن که مقیم جان انچه فربیش رفته دیدم یعنی آدمی بینید فیگورشون یخیل این میانشونه بینید خود یک یکی تا سال بری او داوید نمیشد میگفتم مقیم جان بر دوام چی میشد ها داوید خراب میشد دیگه این خیلی با امریکا دوام تماما گم میشد یعنی دیگه نه من فربیل خوب نیست یک روز با هم بودیم باز یک شویدی یک بخیر شدم دو کسا با آشخانه در اومدیم پیش خدمت جیغ زدیم پیش خدمت اومد بعد مقیم جان فرمایش دادن که یک طبق کلان گوشت بریون بیارتم خیلی گوشت بریون آورد سر کردیم گپراست این کس گشت نمیخورن کم میخورن بشوخی خیلی من خوردن افتام میکرد دو تا خوردن نخوردن یا موندن دیگه بعد پیش خدمت باز جیغ زدم پیش خدمت اومد برای چی این گوشت گوسفند سخت گوشت خیلی سخت بود گپتون مشد گوسفند به گاب زنید گفت پیش خدمت ها بعد این کس گشت ها نباشد من کی به گاب زدم گفتم خوب برای چی حجم‌نگار شدید به خاطر به دست آوردن پول زیاد و یا شهرت بسیار عموما برای چی من پیشتر فکر میکردم که شهرتیار شدن این خوب است لیکن بعدتر فهمیدم که شهرتیار شدن اینم خوب نیست در کجای میروید مثلا میشناسند بعضا وقت خوب است مثلا خوب نیست با فکرتون میروید کارتون خیلی خوب حال میشود بعضی جاهای خوب وقتی که کارمند مدیا میشناسه جواب میدهد
خوب است لیکن در بعضی موردها میشود که البته حرکت میکنه مرا ماهیگیری میروید مثلا اونجا به آرامی در کار اونجا به میخوای استادان در کار اکا ماهیگیری با آمدید می نگاه تو میخندنید خیلی گپو هست آدم چی میگه یکش ماهیگیری رفته که ماهی تیلوگی فرو مرسه همین قبیله گفتم من به خانه ماشین و پول بسیار تشنت ماهیم میبخشید من زردی که شدگی ماهی من زردی شدگی کسی زرد پروین من تیلوگی نیکتم من روی عالم به شخصی نیست که یگان کمبودی نداشته باشد مادامی که چهره شناخته یگان کمبودی از حساب آن شخص میگذرد الکی با همگان آبوزه میشه فلان چی ای کمبودی فلان اگر یگان شخصی هم تو عادی کمبودی چی کنه اگر وای هیچ کس به یگان خیلی گپ کنه نمی کوچه رفته مثل زمستان هفته دید آرتیست هفته در بین شما نیز همین گونه شخصیت هست که سرودهای حجوی میخواند میخوایم این لحظه یگان سرود حجوی به طور ساده میخوانند که ما بشنویم میکروفون های کوشتان میسوزد خوب این زمان در گروه خندیکمون حجویگران در برابر اون که صحنه‌های حجوی پیشنهاد میکنند همچنین سرودهای حجوی نیز دارند بله آماده باشید به سرایت بله شب که ما قدقدی در روی زرافشان هم بودیم از زرافشان گذشته بودیم یک دو روبایت زرافشانی خونم بعد یکم سرودی حجوی شود کرد قدقدی زرافشان گذر میکردم قدقدی زرافشان گذر میکردم دخترانی خوش قد نظر میکردم داده اینا جواب تیت روید حافظی کنند دخترانی خوش قد نظر کرده روم از خونی جگر دو دیده تر میکردم گاوا تبرم با پادبونی دختر عاشق شدیم دونی ندونی دختر من خط کنم و با شاخی گاد بندم خطهای من خونی نخونی دختر سلام باشید گفت شاخش یکان درخت به مولیده ماند خط ادا درخت میگیرید یا نامه خوب خیلی صدای خوب دارید برای چی پس سراینده نشدید تو خط کردم ممکن بود سرایندگی کرده ایستادم من بسیار به توی ها میروم در کنسرت های خودم نوبتی سال شما رو بیشتر حجویگر میشناسند یا سراینده یا سراینده حجویگران میشناسند بهترین سراینده که در گروه حجویگران فعالیت میکنه این چی گپ تلفن به دست ها ماده شد این چی گپ تلفن به دست ها ماده شد صد دروغ با افج اعلی ماده شد صد دروغ با افج اعلی ماده شد واخوری در روزی رفشن میگذشت واخوری در روزی رفشن میگذشت سیر و گشت در نصف شب ها ماده شد باغا میگویم و من همین سرودی این چی گپ از شادروان استا و مستا عالی جناب اجرا شدگی است و ما هم حرکت کردیم یک کمتر تقلیدی هواهای کنیم و همین متن سرود از مقیم جان عبدالفتاح خواندیم پسند اومد معقول شد لیکن همون وقتش به استا و مستا این چیز بسیار عرشی عالی برسانده